جنیدالله خدایارف، یک فعال شبکه‌های اجتماعی زاده ناحیه رشت، صبح 22 ژانویه بازداشت شده به دوشنبه انتقال یافته است. خدایارف 34 ساله که خود را یک صاحبکار در سرگوت روسیه معرفی می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک در رابطه با حوادث تاجیکستان و هم تحولات ناحیه رشت شرح‌های تنقیدی نشر می‌کند، در حالی که نزدیکانش بازداشت خدایارف را به اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک ربط می‌دهند. خادمان پلیس دوشنبه در شرح بازداشت او کوتاه میگویند که یک بی‌فهمی کرده است. جنیدالله برادر فرهاد خدایارف رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که روز 15 ژانویه بعد 15 روز حبس مأموری برای دشنام حکومت ناحیه به آزادی برآمد. خود فرهاد خدایارف گفت که او را بعد آزاد شدنش به رادیو آزادی گفت که گناهی اصلی او نوشتن پیامک یا SMS بر رئیس ناحیه درباره چند مشکلات محلی بود. جنیدالله خدایارف صبح 22 ژانویه از جانب شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت بازداشت شده به ریاست کارهای داخلی دوشنبه انتقال یافت و خود او همان روز به بازداشتگاه این ریاست واقع در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جای داده شده است. یک مقام شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت روز 22 ژانویه به رادیو آزادی گفت جنیدالله خدایارف صبح امروز به ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه آورده شد و فعلا در بازداشتگاه شهر نگهداری می شود. در ارتباط با سبب بازداشت خدایارف این منبع گفت که بی‌فهمی کرده است و برای همین به ریاست آورده شده است. این نماینده پلیس ناحیه رشت گفت در انتقال جنیدالله به شهر دوشنبه شرکت داشت و گفت او را به بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوسی آوردند و از شرح بیشتر قضیه خودداری کرد. فرهاد خدایارف رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در رشت و برادر جنیدالله خدایارف روز 22 ژانویه به رادیو آزادی گفت صبح بروقت جنیدالله را به شعبه کارهای داخلی دعوت نمودند و با ماشین به دوشنبه بردند و گفت دیگر از سرنوشت برادرش درک ندارد. فرهاد خدایارف افزود در هفته گذشته 4 مرتبه برادرش را کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه برای پرسش دعوت کرده بودند. فرهاد خدایارف گفت که از روی صحبت‌های خادمان پلیس عیان بود که او را در عضویت سلیفه و گروه 24 میخوان عیبدار کنند، ولی در اصل او به این گروه هیچ ربط ندارد. کمیته اندازه برای جنایت‌های تصادی زمانده است بود. مدیر معارف برای کارهای غیر قانونی یک جمع کردن خوانندگان فرمان جمع کرده بود. باز رئیس حکومت نایسته بود، کمدیر رئیس حکومت نایسته بود. در همین حال قناعتشاه لایقوف رئیس ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت از بازداشت جنیدالله خدایارف خبر ندارد و اگر کارمندان انتظامی او را بازداشت کرده باشند آنها روشن خواهند کرد که برای چی دستگیری کردند. با این مسئله اینا چیکار داریم؟ مخمو واسه که ارگانان در این مسئله باید چیکار داریم؟ کار اونجا ارگانان در مسئله با ما چی میشه؟ ما میگیم ما کاری بازار اقتصادی و دیگر کارا و هجا کاری گناه داره و داره شما این مسئله بود. اما دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی برای ریاست امور داخلی پایتخت در رابطه با شهر دوشنبه آورده شدن جنیدالله میگویند که مسئله بازداشت او را میسنجند، بعد به مطبوعات خبر خواهند داد. مفجی ظریفووا مادر جنیدالله خدایارف گفت که پسرش در روسیه کار زندگی میکند و در فصل زمستان برای دیدن 4 فرزندش آمده بود. در حالی که معلوم نیست خدایارف بر اساس کدام اتهام بازداشت شده است، تا کجا در روز نخستین دستگیر شدنش با وکیل دفاع تامین شده است، اسم او برای کاربران شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات الکترونی تا اندازه آشنا است. قانون‌های تاجیکستان برای نشر مواد تحقیرآمیز در شبکه‌های اجتماعی از جمله پخش تگمه‌های لایک زیر نوشتجات تبلیغ کننده عقیده‌های افراطی و ضد دولتی مجازات پیش بینی می‌کند. ماه نوامبر در ختلان جوان 21 ساله برای لایک و کلاس زیر مواد تبلیغ کننده دیش در یک شبکه اجتماعی به 6 سال زندان محکوم شد. مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که ده‌ها پرونده جنایی افراد متهم به فعالیت‌های اکستریمیستی و تروریستی در ماه‌های آخر بر اساس نوشتجات یا پخش تگمه‌های ویژه پشتیبانی یا فکر و عقیده‌های افراطی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. آمار دقیق آنها نشر نمی‌شود.